هیچ چیزی به اندازه اخلاق ترازوی انسان مسلمان رو سنگین نمی‌کنه و هیچ چیزی به اندازه اخلاق خوب با مردم برکت در زندگی انسان ایجاد نمی‌کنه. علما میگن تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. اگه با مردم صادق باشیم، با مردم رو راست باشیم، مردم رو تحقیر نکنیم، دشنام ندیم، تهمت نزنیم، شفاف باشیم، مردم رو دور نزنیم، بهشون خیانت نکنیم، کلاهبرداری نکنیم، حقشون رو نخوریم، به مردم نزدیکتر نمیشیم، مألوف میشیم دیگه. تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. نفرت ها کم میشه، اعتماد ها زیاد میشه.